تو نبودی میگفتی از تابلوهای نئونی میخوام درآمدزایی بکنم؟ خب باید طراحی بلد باشی دیگه. آخر ویدیوم یه آموزش رایگان گذاشتم، اون اصلا از دست ندیا. عکس مورد نظر تو داخل نرم افزار آپلود میکنی، با استفاده از ابزار پن میای تمام خطوطتو نقطه چین میزنی، وسط در وسط میری جلو، یه نقطه قرار میدی وسط در وسط خطوط، میبینی وسط در وسط الی آخر همه کل شکل و همینطوری میری جلو تا در نهایت کل شکل طراحی شد. میای با استفاده از ابزار بالا کنورت تو کرو میای کل نقطه چینا رو قرار میدی که بتونی به راحتی بهش قوس بدی. نها کن، خط وسط رو میگیری، وسط در وسط قرار میدی، قوس کار هلو در میاد. به همین سادگی ببین، وسط رو میگیری، کلیک چپ میکنی، میاری روی کار، وسط در وسط قرار میدی و در نهایت کل شکل تو همین کار رو انجام میدی. به همین سادگی. عکس اصلی میبریم کنار، کل شکلمون رو میگیریم، ابزار بالا ولش میکنی، کنترل شیفت کیو رو که زدی میای قسمت کالر رنگش رو حذف میکنی و در نهایت قسمت خطوط نئونی ظاهر میشه. برو حالشو ببر. و آموزش رایگانی که بهت گفتم اینجاست. هر طرح نئونی که میخوای پیدا بکنی داخل این ویدیو بهت توضیح دادم راه حلش چیه. این پست هم سیو کن، شیر کن، پیج ما هم دنبال کن که کلی نکات خفن به صورت رایگان میخوام در اختیارت قرار بدم.